کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه تقدیم می‌نماید. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 25 ساله شد. نگاه به جایگاه و موقع حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مسیر دولتداری نوین تاجیکان. بیست و 25 سال تلاش و تشبث در بنیاد دولتداری نوین تاجیکان و احیای اندیشه یگانه ملی. 25 سال بیداری در بنیاد جامعه شهروندی و حفظ یکپارچگی وطن. 25 سال مقاومت در راه تأمین استقلال و آزادی، وحدت سرتاسری ملی و شناخت تاریخ و تمدن هزار سالگان. 25 سال جسارت و مردانگی در راه بنیادکاری و سازندگی، حفظ شرف پاک انسانیت، استواری و ایستادگی در مقابل دشمنان ملت و خائنان وطن. 25 سال تلاش و تشبث‌های سازنده در عرصه جهانی. ' <applause>